سلام به دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بگم که چطوری میتونیم با رعایت کردن یه سری از نکات تبدیل بشیم به یک آدم دوست داشتنی، آدمی که بقیه دوست دارن باهاش معاشرت بکنن، آدمایی که دوست دارند کنارمون وقت بگذرونن و ما رو برای معاشرت و دوستی انتخاب بکنن. و خب چیزای ساده‌ایه که میتونیم انجام بدیم، ولی باز نیاز به یه ذره تلاش داره. یعنی خیلی مهمه که من این ویژگی ها رو بخشی از شخصیت خودم کنم، چون اینجور نیستش که من بگم اوکی از امروز این شکلی میشم و این ادامه دار باشه. یه موقعی ما خیلی چیزا رو میدونیم، میخونیم، یاد میگیریم، ولی در انجام دادنش به مشکل میخوریم. چرا؟ چون عادت نکردیم، چون سالیان سال با یه سری ویژگی ها زندگی کردیم و خودمون هم اصلا نمیدونیم که اصلا اشتباهه یا درسته. سالیان سال من یک روندی رو دارم میرم که بر پایه یه سری از ناتوانی ها و ضعف هامه که نمیخوام اونا رو باز کنم، بشکافم و بفهمم که خب مشکل کجاست و اگه من این ضعف رو دارم باید چیکار بکنم و اگه بخوام یاد بگیرم جور دیگه ای باشم نیازه که من هر روز براش تمرین بکنم. پس مهمترین چیز تمرین کردنه. اما اولین چیزی که لازمه من یاد بگیرم اگه قرار باشه آدمی باشم که بقیه دوست دارن با هم معاشرت بکنن اینه که به بقیه انگیزه بتونم بدم و قبل از اون خودم انگیزه داشته باشم تو زندگیم. خیلی از بچه‌ها به من میگن که آنیا تأثیر گذاشتی رو من، یه جوری حرف میزنی که آدم دوست داره که گوش بده و انجام بده، تأثیرش روی آدم میمونه. نه این که من بهتر بلدم. من اگه فکر میکنم الانی که خب دیگه مدتی دارم کار میکنم و خیلی وقتا این حرف رو میشنوم، به خودم میگم که دلیلش فقط یه چیزه آنیا، نه این که من بهترم، بیشتر بلدم و این مزخرفات. نه، من همیشه گفتم که ما با هم دیگه رفیقیم، اما دلیلش اینه که من عاشق کاری هستم که دارم میکنم. یعنی این کار نقطه امن منه. این که گفتم نقطه امن، بازم بهتون میگم که دلیلش چیه بعدن توی قسمت‌های بعدی در مورد همین ویدیو. و اینکه کاریه که دوست دارم با اشتیاق انجام میدم. ببین یکی از چیزایی که باعث شد من این کار رو انجام بدم اشتیاق من به یاد گرفتن بوده. یعنی دوست داشتم هی برم ببینم که اون چیه، این چیه، چجوری. خودم رو پیدا کردن و تشنه بودن برای یاد گرفتن مثل خیلی از شماها باعث شد که به اینجا برسه. گفتم که خب چرا که اینا رو با دوستام شیر نکنم، من بتونم یه انگیزه‌ای بدم، اون انگیزه‌ای که خودم تو وجود خودم هست رو بیام شیرش بکنم. و خب چون خودم علاقه دارم بهش، چون خودم عاشقشم و با عشق این کار رو میکنم، فکر میکنم مهمترین چیزیه که باعث میشه تأثیرگذار باشه. بچه‌ها همیشه این نیستش که من اینجا بشینم و قرار باشه که به آدمای زیادی انگیزه بدم و این یعنی که من آدم خوبی هستم. به هیچ عنوان. شما اگر در مسیر زندگیتون به یک آدم، به خواهرتون، به یک دوستتون، به یک نفر غریبه‌ای که یک جایی توی صف بانک وایستادید و یک مسئله پیش میاد، یه حرفی پیش میاد، یک حرف تو، خیلی وقتا ما جدی نمیگیریم که یک جمله حرف من چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر یک آدم به اون جمله ممکنه فکر بکنه. به خاطر همین در انتخاب جملاتتون همیشه یه ذره فکر بکنید، چون خیلی وقتا ما یه چیزی رو میگیم، رد میشیم، میریم و اصلا شاید یادمون نمونه که چی گفتیم. مثل این که چند وقت پیش که از دوستای دانشگاه هم که اصلا یادم نمی اومد به من پیام داد، بعد یه سری از پیام توجهم رو جلب کرد، نگاه کردم، بهم گفتش که یادت میاد اونجا تو خوابگاه فلان یه روز نشستم داشتم برات صحبت میکردم از ناراحتیام و تو اون روز خیلی به من انگیزه دادی و یک تابلوی به من دادی که روش نوشته بود که هیچ وقت گیواب نکن، هیچ وقت عقب نکش، همیشه ادامه بده. و من اصلا اینو یادم نبود، ولی اون آدم یادش بود و چه خوب که حداقل من یک حرف خوبی زدم. ولی خیلی وقتا ما تو زندگیمون یه جایی یه حرفی میزنیم که نمیدونیم چه تأثیر منفی روح اون آدم میذاره، چه تأثیر منفی روی
تفکر اون آدم میذاره، روی انرژی اون آدم میذاره، روی حرکت کردن یا نکردنش میذاره. من مادرم بهم یه روز برگشت گفت آنیا تو چند سال پیش وقتی که من توی حال خیلی بدی بودم گفتی مامان قوی باش، باید قوی باشی. من وقتی به تو نگاه میکنم قوی بودن رو یاد میگیرم. سالها بعد اینو بهم گفت. باز هم جمله بود که اصلا یادم نمیومد که گفتم. ولی جالب اینجا بود مامان من هر سال اینو یادآوری میکرد که آنیا تو این حرفو به من زدی. همیشه توی هر جایی که به یه چالنجی میخورم با خودم میگم که به جای اینکه حالم بد بشه به خودم میگم که باید قوی باشی. صدای تو توی ذهن من دوباره تکرار میشه. من شاید اون لحظه همینجوری اینو گفتم و اصلا دیگه بعدش هم یادم نبود. ولی بعد از مدت‌های طولانی مادر من اون رو هر زمانی تکرار میکرد که تو این جمله رو به من گفتی. این جمله توی ذهن من مونده و خیلی تاثیرگذار بوده برای من. پس اگر من میتونم با یک جمله رو زندگی تو تأثیر بذارم، چرا این جمله خوب رو دریغ بکنم از آدمای دورم؟ متاسفانه ما فکر میکنیم که اگه بخوایم به دور و بریمون انگیزه بدیم چیزی ازمون کم میشه. دریغ میکنیم. اگه دوستی کنارته، خواهری کنارته، مادری کنارته، پدری داری، برادری، همسایه‌ای، هر جایی در زندگی به هر آدم تصادفی که برخوردی که حتی نمیشناسیش، اگه یک فرصتی برات پیش اومد، از فرصتاتون استفاده بکنید. این یک فرصته، خیلی مهمه. از اون فرصت استفاده بکنید و اگه لازم شد یک جمله‌ای بگید که بتونید حس خوب تو اون آدم ایجاد بکنید. یه روزی وقتی که داشتم یوتیوب چنلمو شروع می‌کردم، خیلی تازه مریض بودم، خوب شده بودم و توی دورانی از زندگیم بودم که به شدت چالش داشتم و داشتم با خیلی چیزا مبارزه می‌کردم و شاید توی دور و بر من هیچ کسی نبود که بخواد بهم بگه که آره این کار رو انجام بده. یعنی من تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم و مطمئن بودم که میخوام انجام بدم و تصمیم گرفتم و تا به عمل برسونم چند روز بیشتر طول نکشید. اونم برای اینکه بتونم فراهم بکنم چیزایی که لازم دارم برای کار. تو اون دوران یک دوستی داشتم که اونم توی راه دور بودیم با هم دیگه، یک جا نبودیم و بهش زنگ زدم گفتم که میخوام این کارو بکنم. خیلی پیگیر بود، حمایتم کرد. چند روز پیش داشتم باش حرف میزدم، بهم گفتش که آنیا من اصلا نمیدونستم هیچی در مورد کاری که تو میخوای بکنی. هیچی نمیدونستم. ولی گفتم چرا که نه، وقتی آنیا میتونه این کار رو انجام بده من شاید ندونم، ولی الان بهترین کاری که میتونم بکنم چیه؟ این که بهش انگیزه بدم و بگم که حتما میتونی این کارو بکنی و اگه کارشو برای من میفرسته میگه که تو نظرتو بهم بگو، منم اگه جایی نظری چیزی هست بهش میدم، اون نظری که واقعا درسته رو بهش میدم. و اون موقع اون تنها کسی بود که گفت آره اینجا مثلا اینجوری کن، اینو فلان کن، یا اینجا به نظرم که این تغییر رو بدی خوبه. و امروز همون آدم داره کاری انجام میده که به من گفتش که تو باعث شدی که من این کار انجام بدم. یعنی میخوام اینو بهت بگم که اگر یک روزی یک آدمی به شما انگیزه میده، مثل دوست من که اون روز به من قوت قلب داد، من در هر صورت این کار رو میکردم، ولی این قوت قلب موقع شروع کاری که من ترس دارم ریسک میکنم، نمیدونم که درسته یا غلطه، یا اونقدر در موردش اعتماد به نفس ندارم و یک نفر میاد ازت حمایت میکنه، تو یه دلگرمیه برات. اون دلگرمی به شدت ارزشمنده. شاید اون لحظه اون آدم به چشش نیاد که داره چی کار میکنه، ولی برای منی که تو اون شرایط سخت هستم به شدت ارزشمنده. و امروز من برای اون یه دری باز میکنم که اون میاد میگه تو این اتفاق رو برای من انداختی. اگه تو توی زندگیت به یک نفر انگیزه بدی، یک جایی به خاطر اون انگیزه ارزشمندی که دادی که حتی ممکنه خودت هم یادت بره، یک روز یک دری رو باز میکنه توی زندگیت و یک اتفاق خوب برای تو میندازه. چرا؟ چون
تو اون روزهای سختی که هیچ کسی نبود تونستی به یک نفری که نیازمند اون انگیزه است رو با یک کلامت اون انگیزه رو بهش بدی. همیشه ما فکر میکنیم که کار بزرگ باید انجام بدیم برای کمک کردن. حتما من باید برم مثلا هزاران نفر رو سیر بکنم یا اینقدر پول داشته باشم که بخوام بدم به خیریه فلان که اینجوری بشه. نه، من در حد توانم با یک جمله میتونم مسیر یک آدم رو تغییر بدم و چرا که نه. و میتونه یک لبخند من یک جا باعث انگیزه و خوشحالی یک نفر بشه که خیلی بزرگتر از شاید یک کمک خیلی بزرگی که یک آدمی میکنه که شاید به چش خیلی یا بیاد. تأثیری که اون لحظه روی اون روح و روی اون انرژی میذاری خیلی مهمه. دریغ نکنید چون بهتون بر میگرده. پس در نتیجه سعی کنید برای دور و بریاتون همیشه اون آدمی باشید که مثبت نگره، انگیزه میده، از رویا، هدف و کاری که آدما قرار انجام بدن از دور و بریاتون بگیرید. تا هر کسی که باشه شما اون کسی باشید که حمایتگره، شما اون کسی باشید که انرژی میده به طرف و میگه برو این کار رو انجام بده. این یکی از کارهای مهمیه که ما میتونیم بکنیم. همیشه یک روح دیگر رو میتونه واقعا لیفت بکنه و باعث رشدش بشه. مورد بعدی که میخوام اضافه بکنم در مورد اینه که برای دور و بریاتون احترام قائل باشید، ارزش قائل باشید. من اگر بخوام موفق بشم نیازه که احساس ارزشمندی بکنم. من اگه احساس ارزشمندی نکنم یا اگه آدما برای من ارزش قائل نباشن چجوری میتونم موفق بشم؟ موفقیت من بستگی به آدما داره. اینکه چند نفر دوستم دارن، چند نفر به من احترام میذارن، چند نفر حمایتم میکنن. الان اگه شماها نباشید من چه اهمیتی دارم؟ نه، من چه اهمیتی دارم؟ هر کسی که در یک جایگاهی هست، آدمها، تیمی که داره باش کار میکنه، پشتیبانهاش باعث میشن که اون دیده بشه، موفق بشه و اون تأثیری که باید رو بذاره. برای آدم ها ارزش قائل بشید. هیچ وقت توی زندگیتون این احساس رو به یک نفر ندید که وظیفت بوده خوب انجام دادی. مثل مادرامون، از خونتون شروع بکنید. مادر من هر روز غذا درست میکنه بی منت، هر روز حاضره. مگه میشه؟ من توی خونه بودم که هر روز این حاضر بود، مثل خورشیدی که هر روز طلوع میکنه غروب میکنه، این غذا هم همیشه آماده بود. خب اینو انقدر بهش عادت میکنی که فکر میکنی وظیفشه. نه، من باید شعور داشته باشم که جوری برخورد بکنم که مادر من داری لطف میکنی، داری محبت میکنی، داری عشق میریزی و این سفره تو برکت عشق نوره و من دستتو میبوسم، عاشقتم، دوستت دارم. هیچ وقت این محبت رو دریغ نکنید از آدمهای دورتون. هر کسی که هست و به شما خوبی میکنه، به شما محبتی میکنه، کاری انجام میده، چه میدونم این آدمایی که توی ساختمون دارن کار میکنن، شاید من بگم به خوش وظیفشه دیگه، داره حقوقشو میگیره، اومده داره کار میکنه، تیشو میکشه. هر بار هر کدومشونو که میبینم لبخند میزنم، تشکر میکنم، حالشونو میپرسم و بعد میبینم که رفتار اونها هم با من بعد از این مدتی عوض میشه. اونا وقتی منو میبینن حالا میخندن، سلام میکنن، چون خیلیشون خجالت میکشن، اصلا سعی میکنن که تو مکالمه نرن ولی با من صحبت میکنن. چرا؟ چون من بهشون احساس ارزشمندی دادم. گفتم ببین حال تو برای من مهمه، من میبینم که تو داری تلاش میکنی و مرسی بابت تلاشی که میکنی، تو دیده میشی اینجا، من میبینمت. این احساس خوب رو چرا دریغ بکنم؟ شاید بگم این که من نمیشستم، منم که نمیشستم، بره بابا ول کن، اونجا رو بگی پاک کن، وظیفت دیگه. میخواست بالا به پایین بهشون نگاه بکنم. نه، انتخاب بکنید که چه شخصیتی میخواید برای آدما باشید. استارباکسی که مثلا هر روز آدما میرن توش کافی میگیرن، منم میرم، من با همه اونا شوخی میکنم، حرف میزنم، بهشون عشق میدم. هر بار مثلا
اونا سعی میکنن که با من وارد مکالمه بشن، از من یه نظری میپرسن، از من یه کمکی میخوان. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من دارم نشون میدم ببین من بازم برای اینکه با تو معاشرت بکنم، من تو رو میبینم، من خوبی تو رو میبینم، من قشنگی تو رو میبینم، من انرژی تو رو میبینم. تو اینجا یه آدم آهنی نیستی که بیای پول تو بگیری بری و هیچ احساسی نداری و همه ایگنورت بکنن و نبیننت. چرا؟ من میبینمت و وقتی من تو رو میبینم تو هم با احترام با من برخورد میکنی، تو هم منو میبینی و بعد اون وقت من وارد اون مکان میشم، 4 نفر دیگه هم وارد اون مکان میشن. ولی وقتی من وارد میشم همه اسم من صدا میکنن، ای آنیا چطوری، فلان، خوبی، چه خبر، چی شد امروز، چیکار میکنی، ای چقدر لباست خوشگله. چرا؟ چون روز اول، دوم، سوم، چهارم من اینا رو گفتم. همیشه به هر آدمی در اطرافتون که هست، از خانواده تا دوستاتون تا غریبه تا کسایی که بهتون سرویس میدن، خدمات میدن، همیشه باهاشون مثل یک آدمی که با تمام وجودش داره تلاش میکنه، کار میکنه، احساس داره برخورد بکنید. اون چیزی که میخوای آدما برای تو قائل باشند، اون رفتار دوست داشتنی که دوست داری آدما باید داشته باشن، دوست داری دیده بشی، دوست داری برات ارزش قائل بشن، دوست داری بهت احترام بذارن، بذارینو. خیلی وقتا خیلیا تیمی دارن که باش کار میکنن و بعد خودشون توی دید هستن و اگه میخوان موفقیت یا جشن بگیرن فقط میگن که آره من این کارو کردم، من نه. پس اون تیمی که این همه سال داشته برای تو کار میکرده اون کجای این بازیه؟ من همیشه موافق تیم ورکم و خیلی تیم ورک رو دوست دارم. به نظر من یک نفری نمیشه کار کرد. تیمه که به نتیجه میرسه، تیمه که قوی جلو میره. حالا یک نفر میخواد تو دید باشه ولی اون تیمی که داره اون پشت کار میکنه خیلی مهمه. مثلا من ویدیو درست میکنم، بچه‌ای هستن که این ویدیوها رو میذارن اون بیرون. اینا خیلی هاشون هم شاید با من در ارتباط نباشن ولی اینا تیم منن دیگه. من ازشون تشکر میکنم. هر بار هر کدومشون اگه میان روی دایرکت من ازشون تشکر میکنم، میگم مرسی بابت کاری که داری میکنین، چون تو خودت داری یک بخشی از این کار رو انجام میدی و این انرژی به تو برمیگرده، به تک تکتون برمیگرده و من انرژی براتون میفرستم. من عاشق تک تکتون هستم. مرسی که این کارو میکنید، چون شماها باعث میشید که من ویدیوم بیاد اون بیرون. اگه شما این کارو نکنید من دارم واسه کی این کارو میکنم؟ کار من دیده میشه؟ نه، شمایید باعث میشید کار من دیده بشه. تویی که ارزش میذاری برای من و من موظفم این ارزش رو به تو برگردونم. به خاطر همین گفتم که همتون رو جمع بکنم توی گروهی که بتونم جبران بکنم که یک سری اد شدن. تیمتون رو بزرگ کنید. آدمایی که براتون کار میکنن تشویقشون کنید، ازشون تشکر بکنید و اگه کاری به نتیجه میرسه بگید که من در کنار این آدم ها رشد کردم که اگر اینا نبودن نمیشد. همیشه سعی بکنید که خبر خوب بدید. خبر خوب یعنی من میام اگه خبر بد دارم ترجیح میدم دهنمو ببندم. اگه حالم بده ترجیح میدم دهنمو ببندم. اگه انرژیم خوب نیست ترجیح میدم دهنمو ببندم. اگر نمیتونم بهت انرژی خوبی بدم ترجیح میدم دهنمو ببندم. اگر قراره نتونم حالتو خوب بکنم پس حداقل حالتم بد نکنم و دهنمو ببندم. اگه نمیتونم یه فاز خوبی بهت بدم و دنبال اینم که ازت انتقاد بکنم لطفاً دهنمو ببندم بهتره. همیشه سعی بکنید به عنوان یک آدمی شناخته بشید که مثبت فکر میکنه، خوشحاله و انرژی خوبی داره. چون من قبلا هم گفتم توی ویدیوی پاکسازی که نگاه آدم ها روی من تأثیر داره. این که من چه دیدی دارم نسبت به تو، تو چه دیدی داری نسبت به من. اگه شما فکر بکنین که آنیا بابا یه آدم تنبل، خسته کننده، همیشه بی حاله، همیشه بی انرژیه، دوست داری باش وقت بگذرونی؟ دوست داری اصلا به ویدیوهاش گوش بدی؟ و همین دیده تو یک بار انرژی داره و قطعا روی من تأثیر میذاره. همیشه آدما فکر کنن که من خوشحالم، من انرژیم خوبه، من همیشه پر انرژیم، من همیشه آمادم، قویم، تاثیرگذارم. خب قطعا این دیدیه که انرژی مثبت همراهشه و روی عملکرد من تاثیر میذاره و وقتی که آدم‌ها میبینم که نسبت به من اینجوری فکر میکنن دوست دارم که باز هم این روش رو ادامه بدم. مثل زمانیه که من ازت تعریف میکنم، میگم باری کلا عجب انرژی خوبی داری
وقتی 2-3 بار ازت تعریف میکنم، میگم که وای چقدر خوبه که همیشه خوشحالی، تو دوست داری همیشه وقتی حاضر میشی پیش من خوشحال باشی، چون من اینو پوینت کردم بهت و گفتم که چقدر حال میکنم با این ویژگیت. یعنی ما نسبت به هر رفتار کوچیکی که داریم در طول روز، اگر آدما میان تشویقمون میکنن، بیشتر دوست داریم اونو ادامه بدیم، تشدید میکنه اون رفتار رو. پس همیشه سعی بکنید به عنوان آدم شاداب شناخته بشید، آدمی که خوشحاله، انرژی خوبی داره. اگرم حالم خوب نیست میگم خیلی عالیم. بابا ول کن، اگه من بخوام امروز حالم بد باشه بیام بشینم به تو بگم ببین حالم بده، اینم اونم فلانم، تو میتونی برای من کاری بکنی؟ نه. من حالم خوب میشه؟ نه. چرا پس بگم؟ پس سعی بکنم که حداقل اون انرژی منفی رو بین آدمای دیگه انتقال ندم. برم با یه دوستی، با یک آدمی که خیلی نزدیکمه، میتونم باهاش حرف بزنم، یا خودم تو تنهایی خودم، من خودم تو تنهایی خودم این کار میکنم و اون انرژی بد و انتقال نمیدم. هیچ وقت در مورد آدم‌ها بد نگیم. متاسفانه ما انقدر عادت کردیم یا در مورد آدم‌ها حرف نمیزنیم، یا اگه حرف بزنیم باید انتقاد بکنیم، باید زیر سوال ببریم. یعنی یا ترجیح میدیم سکوت کنیم یا شروع کنیم به بد گفتن. و چرا من باید کسی باشم که در مورد کسی بدگویی بکنه؟ و این یک ویژگی بده. شما اصلا از خودتون اگر یه آدم بدگویی هم باشید، اگه یک نفر بیاد همش در مورد بقیه حرف بزنه، بقیه رو بیاره پایین، در مورد شخصیت بقیه نظر بده، شما اون آدم زیاد براتون برای معاشرت آدم جذابی نیست. یه تمرینی رو باید با هم دیگه انجام بدیم، اونم اینه که یک آدمی رو پیدا بکنید که تعریف کنید ازش. یه آدم رو پیدا کن ازش تعریف بکن، از دور و بریات شروع بکن. ما فکر میکنیم الان از یکی تعریف بکنیم اون آدم گنده میشه، من کوچیک میشم، در صورتی که برعکس، شما بزرگیتون رو نشون میدید. بچه‌ها شما بزرگیتون رو نشون میدید و بقیه میگن تو چه شخصیت خوبی داری، تو چقدر آدم محترمی هستی، چقدر تو خوبی رو در هر آدمی میبینی و این به تو بر میگرده. با مامانم دارم صحبت میکنم، یک شخصیت مشترک پیدا میکنم، شروع میکنم 2 تا تعریف کردن ازش. با خواهرم دارم صحبت میکنم، یک شخصیت مشترک بالاخره با هم دیگه میشناسیم، با دوستمم، با هر کسی. اصلا از تو ذهنت داشته باش امروز میخوام از این آدم تعریف بکنم، چه کار باحالی کرد، چقدر مثلا استایلش خفنه، چقدر کاری که داره تو سوشال مدیا میکنه قشنگه، چقدر هر چیز مثبتی که در مورد اون شخصیت میتونی پیدا بکنی، جدا از بدیهاش. اصلا 10 تا بدی داره، تو خوبی رو ببین، تو خوبی آدم ها رو ببین. این تمرین سختیه، چون عادت بهش نداریم، چون ما استاد انتقاد کردنیم نه تعریف کردن. این نشون دهنده اعتماد به نفس شما و شخصیت درستتونه و این که در هر چیزی، در هر آدمی میتونید قسمت خوبش رو بیرون بکشید و میدونی اصلا جلوی خود همون طرف بگی چقدر شخصیت خودتو بزرگ کردی جلوی همون آدم و چقدر اون آدم برای شخصیت تو احترام قائل میشه. این تمرین رو حتما انجام بدید که عادتتون بشه. به مدت 2 هفته 10 روز بنویسید قبلش فردا میخوام از این آدم تعریف بکنم، که بعد تو ذهنتون بمونه. تمرین کنید که یادتون نره، نه اینکه من امروز یه بار این کارو بکنم فردا یادم میره، چون ما یادمون میره. 2 تا مسئله است میخوام با هم دیگه توضیحش بدم. یه دونش اینه که مسئله پیش قدم شدن خیلی مهمه و اینکه من شخصیت خودم رو زیر ذره بین ببرم که بتونم بدیهای خودم رو ببینم، چون خیلی وقتا ما شخصیتامون بالاخره یه سری ضعفا داریم، رفتارهای بد داریم، اخلاقهای بد داریم، عادتهای بد داریم و این عادتها و رفتارهای بد نه به من، به دور و بریای من آسیب میزنه و باعث میشه آدما از من فرار بکنن. و خب مهمه که من خودمو بذارم زیر ذره بین، ببینم که من چه ایرادایی دارم که میتونم جلوشون رو بگیرن. مثلا من خودم، ببین فقط به حذف کردن که نیستش که من به یک جایی از زندگی میرسم میگم خب دارم تغییر میکنم، بهتره این محیط و با این آدما رو تغییر بدم که بتونم در این مسیر تغییر انرژیم گرفته نشه. اگه مثلا این آدما الان فازشون به من نمیخوره، من یه ذره فاصله میگیرم ازشون، ولی نمیتونم همیشه تو اون تنهایی بمونم که فقط تنها بمونم، تو خونه بمونم، هیچ جا نرم. باید شروع بکنم به دیدن آدمای جدید، رفتن تو فضای جدید، چون من سالیان سال اون شکلی زندگی کرده بودم، خب این آدما رو تو این سالا داشتم، حالا میخوام تغییر کنم، این آدما رو میخوام حذف بکنم از زندگیم، پس آدمای جدید از کجا بیارم؟
از هوا که نمیاد، من باید معاشرت بکنم. و من متاسفانه یکی از مشکلاتی که دارم، قبلا هم گفتم، از خونه اومدن بیرون برای من خیلی سخته. چرا؟ چون توی بچگیم به شدت خونه منطقه ناامنی برای من بوده. من خونه فراری بودم و موقعی که به یک خونه امنی برای خودم رسیدم، که یک خونه امنی برای خودم داشته باشم، خونه برای من شد نقطه امنم. چون همیشه آرزوشو داشتم که یک نقطه امنی برای خودم داشته باشم که اون خونه بوده. به خاطر همین یک مقاومت خاصی در مورد بیرون اومدن دارم. یکی از چیزایی که برای من لذت بخشه که میتونم کار یوتیوبمو انجام بدم اینه که بیشتر تایمتو لازمه که تو خونه باشی، اما من دارم خودم پوش میکنم که برم بیرون، چون دارم کار خرید و فروش ملک انجام میدم و این کار انتخاب کردم، این کارو من که مجبور باشم برم بیرون کار کنم و با آدمای جدید معاشرت بکنم، دوستای جدید پیدا بکنم، توی محیط کاری باشم، توی رفت و آمد باشم، چیزی که برای من سخته ولی من این کارو میکنم. این یعنی که هول میدم خودمو. بعضی وقتا مثلا دوستان بهم میگن که یکم بابا شعور داشته باش، سال به سال به آدم زنگ نمیزنی. یعنی دیگه من میشناسم ولی میدونم که یه جاهایی از دست من ناراحت میشن. یعنی واقعا توی معاشرت پیش قدم شدن خیلی مهمه. زنگ بزنیم، مسیج بدیم یه موقعی. و من خودم اینو باید بیش از هر زمانی باید تمرینش بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه میگم الان زنگ بزنم به دوستام همیشه، بعد منو دعوت میکنن بیرون، بعد منم نمیخوام از خونه بیرون برم، پس بهتر زنگ نزنم. با اینکه دوستشون دارم، عاشقشونم، در ارتباط بودم باشون هر زمانی، 6 ماه نبینمش بعد یهو ببینمش اصلا انگار که هیچ تفاوتی برای من نداره. و اونا منو میشناسن، میدونن که من چجوریم. ولی این ویژگی بد من هست یا نه؟ این همین ویژگی باعث میشه که آدما دوست نداشته باشن با من ارتباط داشته باشن، به خاطر اینکه من در تماس نیستم. و در مورد اینکه من تو جای جدیدم، باید پیش قدم بشم، باید خودم برم جلو. بعضی وقتا یه سری از بچه‌ها میگن که خب من اگه بخوام پیش قدم بشم، آخه من کیم که برم جلو بگم سلام چطوری خوبی، من آنیا هستم. مهم اینه که هر کسی این کارو نمیکنه، ولی اونی که این کارو انجام میده، شما به این فکر نکن که چون موفقه الان، نه، این آدم از اول همین کارو میکرده. اگرم من برم جلو با یک نفری معاشرت بکنم و اون معاشرت تو اون لحظه، اون مکالمه به جای مطلوبی نرسه، حداقل اعتماد به نفس خودمو نشون دادم و اعتماد به نفس من و اسم من با اون حالتی که من باز هستم برای معاشرت تو ذهن اون آدم میمونه. و شاید الان نه، ولی شاید 4 ماه دیگه بگی ببین اون دختره، اون اسمش چی بود، اومد خودشو معرفی کرد گفت کارم اینه. توی معاشرت پیش قدم باشید. همیشه آدمایی که موفقن خودشون پیش قدمن. این که من یه گوشه وایسم با کسی حرف نزنم که آسونه، که اولش کن رو برم با اون سلام علیک با نه بابا از اون چیزی بریم، من خودم معرفی کنم اگه چه اتفاقی میفته. در صورتی که ما امکانات و قابلیت ها رو نمیبینیم، فرصت ها رو نمیبینیم و ایگنور میکنیم به خاطر اینکه اون لحظه تنبلیمون میاد و خودمون در واقع پیشفرض داریم که نه این آدم به دردم نمیخوره، حالا به کارم نمیاد برم خودم معرفی کنم، حالا مثلا چی میشه برم حالا خودم معرفی کردم، رفتم با اون حرف زدم. هر چقدر آدم ها بیشتر شما رو بشناسن، برای کارتون، معاشرتتون، دایره دوستی هاتون تأثیرگذار بزرگتر میشه و خیلی مهمه. و اما نکته آخرم بگم این که شنونده خوبی باشید. اگه قرار باشه من آدم دوست داشتنی باشم برای آدما، لازمه که شنونده خوبی باشم. چیزی که همه میگه آره من میشنوم حرفاتو، ولی نمیشنوی حرفای منو، داری به یه جای دیگه فکر میکنی، داری به یه چیز دیگه فکر میکنی، داری ریاکشن نشون میدی آها آره آره خب، ولی نیستی، منو درک نمیکنی، قلبا به من گوش نمیدی، فقط داری میشنوی. به ظرفشو بزنه بابا، نه گوش بده واقعا. چرا ما همیشه میگیم من احساس تنهایی میکنم، پارتنر دارم خواهر دارم دوست دارم اما تنهام؟ به خاطر اینکه گوش نمیده کسی به آدم، یا اگه گوش میده داره کماکان انتقاد میکنه. تو داری حرف میزنی، من میگم چرا دهنش اینجوری میشه، تو ذهنم چرا دهنت کج میشه، داره اینجور دروغ میگه. آره دروغ گفت بابا، تو اصلا به درد این کار میخوری، با چقدر حرف میزنی، چه اعصابی داره.
حالا من باید وایسم به حرفای این گوش بدم؟ حالا خودم کم داستان دارم؟ چی میگی آخه بابا؟ نه بابا چرت و پرته. همین جوریه که تو داری حرف میزنی، من دارم انتقاد میکنم کلمه به کلمه، حرف زدن تو، قیافت و هر چیزی که میگی و قضاوت میکنم، انتقاد میکنم. اینجا ذهن من داره صحبت میکنه در مورد هر کاری که تو انجام میدی، هر حرفی که داری میزنی. بابا بشنو حرف منو. نمیشنویم همدیگه رو ما. زمانی که من یه جایی نشستم یه آدمی رد میشه میگه این چه لباسی پوشیدی، بعد دوباره یکی دیگه قیافش چرا کجه، یکی دیگه چقدر این حرف میزنه، چقدر صداش بلنده، بعد یکی دیگه. همین جوری داره نظر میده تو ذهن من، نظر مثبت هم نیست. یه دختره رد میشه فکر میکنه خوشگله، چیه مثلا قیافش، چرا فلانی اینقدر خودشو میگیره. همیشه یک موج منفی از افکار و انتقادات توی ذهن من داره از افراد مختلف رد میشه. هر وقت متوجه این موج میشین شروع بکنید به پاکسازی کردن و اینکه سعی بکنید موج مثبت رو ایجاد بکنید. بعد ما میگیم که چرا برای من اتفاقات خوب نمیفته. در روز چند بار ما قضاوت میکنیم، در روز چند بار صدای ذهنی من روی انتقادات منفی داره میگذره. چقدر اصلا یادت میره، تو میری بیرون میای تو خونه یادت میره که تو ذهن چیا گذشت، چقدر ارتعاش منفی در مورد هر آدمی نظرات منفی دادی تو ذهنت. هر موقع این اتفاقا میفته سعی بکنید برش گردونید، متوجه بشید و استوپش بکنید، بهش قدرت ندید، پاکسازیشو انجام بدید. بگید خدای منو ببخشد قضاوت منفی بده، چرا که نه، خیلی هم خوشگله، خیلی قشنگ لباس پوشیده، خیلی هم خوبه، اصلا چرا من باید قضاوت بکنم؟ من کیم که بخوام کسی رو قضاوت بکنم؟ ما هممون توی زندگیامون خیلی مشکل داریم و خیلی گند زدیم، ولی اگه من گند بزنم تو میگه نگاه کن آنیا رو، این بودا، این اینقدر گند. بابا خب مگه من گند نزدم؟ تو هم گند زدی، منم گند زدم دیگه. چیه حالا؟ چون من اینجا نشستم من حق گند زدن نداشتم. چرا ندارم؟ هممون توی زندگیامون یه کارایی کردیم، یه حرفایی زدیم، یه اشتباهاتی کردیم. من با تو فرقی نمی کنم، هممون یه جوریم. حالا هر کی یه جور، هر کی یه جا، هر کی به یک شکلی، هر کی به نسبت موقعیت خودش. قضاوتی وجود نداره، خوب و بدی وجود نداره. از همدیگه کمتر انتقاد بکنیم، بیشتر همدیگه رو دوست داشته باشیم، باعث تولید انرژی مثبت بشیم. وقتی میتونیم احساس خوب تولید بکنیم برای یک سری از افرادی که با همون زندگی میکنن، تو اطراف ما هستن، وقتی میتونم من اون شخص با احساس خوب باشم، چرا احساس منفی؟ ما هر روز انتخاب میکنیم خودمون که سرحال باشیم یا ناراحت، که انرژی خوب باشیم یا انرژی بد، که انتقاد بکنیم یا عشق بدیم. اینو من انتخاب میکنم هر روز صبح که بیدار میشم. و سعی کنید هر روز انتخاب بکنید که پشت دست آدم مثبت توی وجودتون و آدم شجاع توی وجودتون زندگی بکنید، رفتار بکنید و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. بدونید که عاشق تک تکتونم، عشقتون رو از من دریغ نکنید. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.